به نام آرام دلها. آرام هستم از جنس ترانه، اما امیر آرام هستم. چرا؟ تو 23 سالگی جراحی کردم، جراحی سکس چنج. تو ایران بعضیا میگن تغییر جنسیت، به نظرم درستش جراحی تطبیق جنسیته. به جنسیت اصلی خودم برگشتم. بزرگترین بحرانی که داشتم این بود که من توی بلوغ عاشق یه پسری شده بودم که دوقلو بودن. توی خونشون رفت آمد میکردم. خانواده پدری من میگفتن اگه درست و دانشگاهتو تموم کنی دختره رو برات میگیریم، در صورتی که من عاشق پسره بودم و این عذاب روحی همیشه من رو دچار استکاک شدید میکرد و هیچکس خبر نداشت که امیر آرام یک روز ترانه آرام میشه. 1 سال که تمام فامیل خونه پدر بزرگم جمع بودن و پدر بزرگم خیلی بدحال بود، به احتمال فوتش بود. آخرین باری بود که از همه دنیا جمع شده بودن کرمان که پدر بزرگم رو ببینن. اولین شجاعت و جسارت اونجا به خرج دادم و تو جمع گفتن دختر فلانی رو برات میگیریم، لیسانس حقوقتو بگیر. آقا من اصلا خودم دختر، برین جمع کنین کاسه کوزاتونو. خیلی انتظار شنیدن این حرف رو داشتم. پدر بزرگ من که اصلا خودش رو زده بود من نمیشنم چی داری میگی. فکر میکردم خیلی با استکاک اون مجلس تموم شد، ولی انگار که همه منتظر بودن همچون چیزی رو بشنم. این که گفتی من دخترم و خیلی انتظارش رو داشتن نشونه هایی داشت؟ تو کار خاصی میکردی تو اون دوران؟ من از بچگی اتاقم صورتی رنگ بود. از بچگی یادم دوران دبستان و راهنمایی حتی پدر بزرگم یه نفر رو میفرستاد که منو ببره مدرسه و بیاره. من زنگ‌های تفریح ناظم کنارم بود، اجازه نداشتم از سرویس بهداشتی دبستان و راهنمایی استفاده کنم. زمانی که ما گردش میرفتیم یا کوهستان‌های کرمان میرفتیم اجازه نداشتم با هیچ پسری من بیرون برم. الان که فکر میکنم میگم چرا؟ من که پسر بودم، پس حتما اونا هیچ چیزایی رو میدونستن که شاید خود من نمیدونستم. دوران دبستان و راهنمایی اتاق من پر از عروسک بود. وقتی کسی از خونه میرفت بیرون فوراً لوازم آرایش رو برمی‌داشتم. لباس عروس مادرم رو بارها میپوشیدم. دوران راهنمایی دبیرستان فکر میکردم گناهکارم، مغضوب، مورد طرد خدا و حتی کارم به جایی کشید که میخواستم خودکشی کنم فقط به خاطر عذاب وجدان. سال اول دانشگاه 22 سالگی من تازه با موضوع ترنسکشوال آشنا شدم. یکی مثل خودم رو دیدم و از زمانی که فهمیدم ترنس هستم تا زمان جراحیم 1 سال طول نکشید. فوراً اقدام کردم و جراحی کردم. همه چیز آماده بود که من برم بیمارستان ایرانشهر و جراحی ما انجام بدم، اما هفته به هفته جراحی ما عقب مینداختم به خاطر اینکه نزدیک جراحیم احتیاج به یه آنکور قوی داشتم، یه انگیزه که من رو از این نقطه عطف پرت کنه اونور داستان. کسی نبود تا یه خواننده به من کمک کرد. اون زمان فکر میکردم منو دوست داره اون آقای خواننده که اسمش رو نمیارم، ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که من رو فقط داره ساپورت روحی میکنه و علاقه خاصی به من نداشت و از خودگذشتگی و ایثارش بود که 1 سال من رو کاملا ساپورت کرد و من تونستم جراحی کنم. خیلی خوب بود چون که واقعا اگه عشق به تمام معنا عشق نبود من اصلا شاید تغییر جنسیت نمیدم. برای پیدا کردن پول و مشکلی نداشتم چون از این جهت خانواده من آزاد گذاشته بودن. خانواده گفتم مشکلی نداریم، این مشکل توه، ساپورت پولی میکنیم ولی باید رو پای خودت وایسی. یعنی بعدش این که ما حمایت کنیم و اون چالش هایی که بهش دوچار میشی رو ما پشتت باشیم نیستیم، ولی این پول، اینم راه، خودت باید تا انتها بری. سال 83 4 میلیون تومان که الان بین 16 تا 20 میلیون تومان هزینه جراحی تطبیق جنسیت. روز جراحی که من رسید هیچ کس واقعا نبود که بالای سر من باشه.
از خجالت رفتم یه سبد گل خریدم و هیچ موقع من این صحنه رو یادم نمیره. 2 تا جراحی انجام دادم. جراحی دوم من خانم بهار رهنما اومدن که تمام محبتایی که تو زندگی من کردن همه یک طرف و اون 3 ساعتی که موقعی من به هوش می اومدم بهار رهنما کنار من بود یک طرف. و وقتی که من به هوش اومدم جلوی من به مامان من زنگ زد که خجالتش بده. زنگ زد به مادر من گفت که خانم بچه شما به هوش اومده نمیخوای بیای؟ گفت شما؟ گفت من بهار رهنمام اومدم اینجا بالا سر بچه تو وایسادم. گفت نه من هیچ موقع نمیام. مادر من پرستاره و گفت به ترانه بگید هیچ موقع بیمارستان من پاشو نذاره. حالا همون مادر بعد از 12 سال امروز روزی 4 بار به من زنگ میزنه میگه میخوام با تو زندگی کنم اما هیچ موقع دیگه نمیتونم ببخشم. الان میگه دلم بچه میخواد، نوه میخواد. اصلا دنیاش متحول شده. کسی که 10 سال منو کامل طرد کرد با اینکه نرس بود، با اینکه عمو عمه خاله های من همه خارج زندگی میکنن، میگه نوه میخوام. آره خیلی جالبه. در صورتی که و تو بهش نگفتی که ترنسا نمیتونن بچه دار؟ اما من میشم. چرا این فکر رو میکنی؟ من بچه دار میشم. این آرزوته یا احتماله یا نه میتونه یه روز به واقعیت بشه؟ وقتی که یه چیزی رو آرزو کنی تبدیل به احتمال میشه و در جهان به قول ابن سینا همه چیز رو باید زیر قبه امکان گذاشت. همه چیز ممکن. جراحی نگاهت به دنیا عوض شد، نوع رابطه ها عوض شد. بعد از اون همه خونریزی، بعد از 900 بیهوشی، بعد از به یقین رسیدن که تو زند شدی و دنیای ذهنی و روحی جدیدی که برام ایجاد شد، 48 ساعت بعد از عمل واقعا 180 درجه هم دیدگاه‌های من فرق کرد و هم احساس کردم چقدر من لطیفتر و ظریفتر شدم. نه لحاظ جسمی، از لحاظ فکری، از لحاظ طرز برخورد. حتی بچه‌ها میگفتن طرز نگاهت هم عوض شده و این مشهوده. من فکر می‌کنم یه پدیده ماورالطبیعی است که مدل و طرز نگاه بعد از عمل تغییر جنسیت عوض میشه. چجوری عوض میشه؟ میتونی یکی 2 تا مصداق به ما بگی؟ مصداق یکیش اکتسابی یاد میگیری، یکیش به خاطر خوردن هورمون‌های زنانه است که خود هورمون‌ها یه DNA داره که توضیح واضح ترش هوش سلولیه، شعور سلولیه. ما ناخودآگاه فقط هورمون‌ها بدن و ظاهر ما رو عوض نمی‌کنه، حتی طرز نگاه رو عوض می‌کنه. سوی نگاه و جهت نگاه دخترها به آقایون یا به هر شیء خیلی فرق میکنه با آقایون نسبت به خانم‌ها. من زمانی که اکتسابیش رو یاد گرفتم پی به اون پدیده های ماورایی بردم. من زمانی که تو خیابون راه میرفتم، شما اصلا الان از چهره من یک اپسیلون نمیتونید بفهمید که یک زمان من پسر بودم، ولی 3 سال 4 سال پیشم همین بود، ولی اون طرز نگاه اکتسابی رو یاد نگرفته بودم. توی پیاده راه میرفتم ناخودآگاه آقایون به من توجه میکردن و همیشه پیش خودم میگفتم چرا من خیلی ساده و خیلی شیک دارم راه میرم، سر من پایین، ولی برای آقایون خیلی جلب توجه میکنم. یه دختر که 70 قلم آرایش کرده کنار من رد میشه، کسی بهش توجه نمیکنه و همش سالها راجع به این موضوع فکر میکردم تا به این نتیجه رسیدم که یک دختر مادرزاد هیچ موقع به صورت مستقیم تو چشم یک مرد خیره نمیشه. من زمانی که آرایش میکنم میرم هیچکی نگام نمیکنه و وقتی که آرایش نمیکنم خیلی خسته میرم بیرون همه نگاه میکنم و اینم برای من خیلی جالبه چرا اینجوری میشه. فکر می‌کنی چرا اینجوری؟ چون فکر میکنم هر چیز طبیعی تر و بکرتر باشه زیباتر. بعد از اون اتفاقا و تغییرهای بعد از عملت حس مادری هم داشتی؟ من شاید باورتون نشه حدود 12 سال پیش که اولین بار شروع کردم هورمون درمانی رو، 7 ماه قبل از جراحی اولین بار که استرادیول زدم و استروژن استفاده کردم هورمون زنانه رو، بعد از 1 ماه سینه های من شیر آورد و یه چیز طبیعی هم هست، دقیقا مثل شیر مادر، و منو دچار یه بحران خیلی قشنگ کرد. احساس می‌کردم یه زنم، هنوز جراحی هم نکرده بودم، یه پسر که از سینه‌اش شیر میاد، عین شیر مادر.
به پزشک مراجعه کردم، گفت طبیعی شیره. گفتم اگه ما هم داریم، ما هم آقایون غدد شیر دارن هم خانم، شما به خوردن هورمون الان شرایط یک خانم در این 4 ماه اول بارداری رو داره که ما در دنیایی از عجایب غرقیم و چون غرقیم متوجه نیستیم. تو وقتی که رفتی قاعدتا به پروفسور میر جلالی مراجعه کردی، همینجوری نگفت دلت میخواد زن بشی باشه بیا عملت کنم، یه پروسه‌ای داره، اینو میتونی توضیح بدی؟ اول اینکه رفتم پیش روان پزشک، 5 مدل تست روانشناسی رو من انجام دادم. بعضیش 4 گزینه‌ای در حالت تیک زدن، بعضیش عکسایی رو بهت نشون میدن، میگن که برداشتش از این تابلو از این عکس چیه. تست هایی که اگه حتی یک سوال رو شما غلط جواب بدی یا بخوای به قول معروف بپیچونی که مثلا بگی من ترنسم، چیزی رو غالب کنید، خود سوالها طوری طراحی شده که دروغ سنج داره. به راحتی موچتو میگیرن، به راحتی پزشک قانونی میتونه توبیخت کنه، حتی دادگاه میتونه تو رو محکوم کنه و متاسفانه خب کسایی هم هستن که برای اینکه از سربازی معاف شن میان میگن ما ترنسیم. ممکنه ادا و اطوارهای ترنس ها هم در بیارن و اینها نمیدونن که از فیلترهای پزشکی قانونی و هیئت پزشکانی که هستن از مشاور شروع میشه تا روانکاو، بعدش روان پزشک، بعدش پزشکی قانونی تا مجوز میدن. اینا 4 تا فیلتر رو باید رد شن و هر کدوم از این فیلترها حکم یه گیت فرودگاهی رو داره. روز اول که رفتم پیش دکتر میر جلالی شون، من یکی از سالهای فانتزی زندگی من 2 سال قبل از عملم بود، چون هر موقع دلم میخواست دختر بودم، هر موقع دلم میخواست پسر بودم. خرجش هم فقط یه شلوار بگی بود پاچه گشاد و یه سویشرت. هر موقع کلاه سویشرت رو مینداختم پایین، صورتم رو تمیز میکردم، من یه پسر بودم. اگه هوس میکردم دختر باشم، کلاه سویشرت رو مینداختم سرم، یه برق لب، چتریامو میآوردم پایین و تو دنیای فانتزی خودم غرق. دکتر اولین بار که برای دید وارد شدم گفت که سلام دختر عزیزم. من نگاه کردم واقعا میگم بی اغراق نگاه کردم پشت سرم، پرستار، نرس، دختری نیست، خودم هستم. ولی تا حالا کسی با اعتماد به نفس من دختر عزیزم خطاب نکرده بود و تو پوست خودم نمی‌گنجیدم. بعد از جراحیم 4 نوبت خواستگار رسمی اومد خونه مامان من و رسما خواستگاری کردن، اما به خاطر اینکه من بچه دار نمی‌شدم و یه نمونه‌ش هم که الان گفتم کفایت میکنه که به هم بخوره. به اون شخصی که می اومد خواستگاریم گفتم بهتر به خانوادت بگی. دیدگاه هر ستاشون هم یه مدل بود که بذارید عقد انجام بشه بعدش من به خانوادم میگم، اینا که نمیتونن رد کنن. ولی هم مادر من هم خود من میگفتیم اصلا صحیح نیست، اما عنوان میکردیم تو مراسم خواستگاری. هیچ جا نبوده که دلت بره و بگی که ولش کن مثلا نگم؟ یعنی مثلا از مردی خوشت بیاد بگی آقا این میفهمه الان من ترنس بودم و اینا ممکنه که به هم بزنه یا نیاد؟ من اول اینو باید بگم ما جذابیت فوق‌العاده زیاد برای آقایون استریت داریم و این جذابیت داره سال به سال زیادتر میشه. خیلی در هیچ پسری تو زندگی ما ماندگار نمیشه. البته استثنا هم وجود داره، 10 کیس هستن که در تهران میشناسم ازدواج کردن، زندگی موفق دارن، ولی استثناها رو نمیشه تضمین داد. وظیفه ما چیست که در کنار تمام این گفتگوها و خبرهای رسانه‌ای، مطالب رسانه‌ای فرهنگ سازی کنیم برای آینده بهتر تا آقایون و خانم‌های استریت هم به راحتی بتونن با یک ترنس ازدواج کنن. وظیفه شما و تمام دوستان و اصحاب رسانه و مطبوعات ایرانه. امسال رو هم سازمان ملل سال ادراک و گفتگوی جهانی اعلام کرده
و این یک بستر و زمینه خیلی مناسبی که تمام رسانه‌های پارسی زبان خاورمیانه بیان و این رسالت رو به دست بگیرن و کمک کنن به ترنسکشوال ایران. لله جمهوری اسلامی ایران مترقی ترین و مدرن ترین کشور در قوانین، حتی متدهای پزشکی بدون اغراق. ماه پیش بزرگترین مجتمع قضایی جمهوری اسلامی ایران ویژه ترنسکشوال افتتاح شد که حتی امریکا و اروپا همچین مجتمع قضایی نداره و باید واقعا به قوه قضایی و آقای آمری لاریجانی تبریک کنم. وقتی توی مهمونی میرم یا توی اجتماع میشینم اصلا نمیتونم رفتار دختر و پسرها رو پیش بینی کنم. شاید به خاطر صدای بمی که دارم جذابیت دارم برای دخترها و در کل در تعریف خودمون ترنس رو جنسیت برتر میدونیم، یعنی جنسیتی که جذابیت های مردانه را توأم با ظرافت های زنانه داره. بنابراین یک ترنس برخلاف دید خود ترنس ها که فکر میکنن از جنسیتی به جنسیتی تبدیل میشن، هرگز این اتفاق نمیافته. زن، مرد، جنسیت سوم، یک جنسیت سوم شکل میگیره. این بی‌هویتی نیست؟ یعنی احساس نمی‌کنین زیر پات خالیه؟ نه، یه هویت جدید ما باید برنامه ریزی کنیم، بنویسیم و حتی وارد کتب درسی کنیم. باید به جایی برسیم که دوران دبیرستان و دانشگاه ما بخونیم زن، مرد، جنسیت سوم، ترنس، خنثی. ما خنثی که نیستیم بی هویت باشیم، ما جنسیت برتر. عاشقم شدی. من الان یه آماری ازت دارم و میدونم عاشق یه بازیگر سینمایی. بله. خب عکس العمل اون چطوریه؟ منو دوست داره، از من خوشش میاد، ولی به خاطر حاشیه‌ای که ایجاد شده سعی میکنه که نکس بندازیم با هم. اینم مثلا قصه بچه دار شدنته، یعنی یه جور امیده که داری به خودت میدی، یا نه واقعا دوستت داری یا دلش برات میسوزه؟ شاید هر دوتاش باشه. ممکن نیست مثلا اون آقای خواننده به ترحم کنه؟ من بعد از 10 سال که فکر کردم واقعا اون شخص که با اون امکانات و اون تیپ و قیافه، نمیگم حس ترحم، شاید همدردی، نودوستی، نمیخوام هیچ موقع از محبتی که بهم هدیه شده به اسم ترحم یاد ببرم. برای زن بودن تمرین کردم. زنهای طبیعی و مادرزاد هم به نظرم آشپزی، خونه‌داری و زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی رو تمرین میکنن، ولی تمرین ما ترنس ها مضاعفه، چون باید یک سری چیزها رو که یک دختر از 5-6 سالگی و 9 سالگی که بلوغ میشه همراه خودش باهاش میاره جلو و تجربه میکنه رو ما تازه از 23 سالگی تجربه میکنیم. اونها رو باید تمرین کنیم. یک پسر پخ را میره، شیلنگ تخته میندازه، ولی یک دختر گامش رو جلوی گام بعدی میگذاره. 1000 نکته باریکتر از مو اینجاست که زن شدن فقط به سکس چنج و عمل تطبیق جنسیت و آرایش و دک و پوز نیست. زن شدن یعنی غرق شدن در یک بحر و دریای مواج. اسم اون بازیگره رو نمیگی؟ اسمش حسینه، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم. چرا؟ به خاطر اینکه حاشیه ایجاد نشه. بعد فکر نمی کنی که مثلا از یه جایی به بعد این رابطه به تو اون لطمه بزنه، حتی با اون توی کارش؟ حاشیه مثبت قشنگه تو دنیای سینما. تو کلا همه چی رو خیر میبینی. همه چیزو مثبت میبینم. با اینکه لطمه‌های زیادی هم خورد. دقیقاً. کجا ناامید شدی؟ تا حالا ناامید نشدم. هیچ وقت؟ پس چرا تصمیم داشتی خودکشی کنی؟ قبل از عملم دوران بلوغم بود. به خاطر عذاب وجدانی که فکر میکردم ممکنه من یک همجنس باز باشم. بین اینا تفاوته نه؟ 100% مقوله هوموسکشوال، همجنس گرایی با ترنسکشوال یک مقوله کاملا متفاوت. ترنسکشوال ها هم مجوز قانونی دارن، هم مجوز شرعی دارن، هم جمهوری اسلامی ایران و مراجع اعزام تقلید و
قائد انقلاب امام خمینی و رهبر انقلاب آقای خامنه ای از ایشون کاملا حمایت میکنم. 3 ترم که موهای من همیشه رنگ شده بود، ابروم برداشته بود، نهایت برق لب و برق ناخن داشتم. هیچ موقع برخورده بدی با من نشد، حتی از طرف اساتید. یه سری اساتید بودن که حالا از وزنای سیاسی و اجتماعی هم بودن. من مخصوصا میمادم ردیف اول می‌نشستم تو نگاهش که ببینم برخوردش چیه. خیلی طبیعی. آره، شاید درک میکردن. خیلی از دانشجوها از دانشگاه دیگه بودن، از دانشگاه تهران مرکزی بودن، اینا عوض میشد. شاید 4-5 نفره بچهای کلاس خودمون بودن بعد 1 سال و نیم. برخورد بد و ناجوری نمیدیدم، شاید به خاطر اینکه خیلی سنگین برخورد میکردم، خیلی طبیعی اعتماد به نفس داشتم. نمیدونم، من 2 سال قبل از عملم با مونتروسری هم بیرون میرفتم. چرا؟ این اصلا روند جراحیه. اگرچه من نمیدونستم میتونستم جراحی کنم، ولی کاملا تو مونتروسری احساس آرامش میکردم، آرایش میکردم، میرفتم بیرون. زمانی که تیپ سرونه میزدم، باز تیپ سرونه من واسطوی شرت بود که اگه میخوام دقیقه 90 با گذاشتن یک کلاه خود و یک برق لب خودم رو تبدیل به یه دختر کنم. ترنس اگه بدونه که میشه جراحی کرد و موقعیت خودش رو درک کنه، یک ترنسکشوال اگه 1 روز از عمرش باقی مونده باشه 100% میره جراحی، به خاطر اینکه هویت اصلیشو به دست بیاره. هنوز بعضیا که با من دشمنی دارن یا بدن SMS میزنن که امیر آرام، میگم بله خودم هستم بفرمایید. یک دوران پسری واقعا معصومانه و مظلومانه داشتم، چون تو جمع پسرها بودم ولی همیشه منزوی بودم، چون یه جمع پسر وقتی میشینه یکی صحبت از عشقش به یه دختره، یکی صحبتش کله انداختن توی ماشین سواری، یکی خط ترمزشو داره مثلا به رخ اون یکی میکشه که رو زمین اینقدر جا انداخت. اصلا نمیفهمیدم اینا دارن چی میگن، یعنی چی؟ اصلا دبیرستان من عاشق دختر شدم. عاشق دختر شدی؟ خدای من چرا پس عاشق پسر میشم؟ چرا یه پسر خوشم میاد؟ داشت دیوونم میکرد این دوگانگی ها. تا مرز خودکشی من پیش رفتم سر باورهام، عقایدم. زیاد پیگیر نبودم برای گرفتن شناسنامه و 2-3 سالم طول کشید و من فامیلم و اسمم و جفتی رو تغییر دادم. من رو ریما صدا میکردم. خیلی از بچه قدیمی سینما و موسیقی من رو ریما میشناسن. ریما معنای لغویش یعنی پاک، بیگناه، ولی یک رازی در اسم ریماست. رازی؟ شما بگید. اونوریش میشه؟ امیر. دوست ترنسم، دست از طلب مدار که در طریق ما از پا فتادنی که به منزل برابر است. I have a dream, a rainbow world. ایام بپروانید.